بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمامی خواهر و برادران عزیز، هموطن و همزبانان عزیز، راستی اخیران پخش مستقیمی که بنده داشتم، گمان میکنم 2 هفته پیش بود یا 1 هفته پیش، روز جمعه، اونجا خواهر سوال کرده بودن که آیا برای به مغازه رفتن از شوهرم پرسم یا نه. من کوتاه جواب داده بودم که بعضی جایهای هست که زن خود از خود میدوند که شوهرش راضی هست، یعنی شرط نیست. ببخشید، برای حاجت خانه هم حتی بپرسی، برای نان خریدن هم از شوهرت بپرسی. که این جوابی من خیلی سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد که به من خبرش هم رسید، اگرچه من خود اینقدر داخل شبکه‌های اجتماعی نمیشوم، ولی اونجا کانال های هست که الحمدلله بعضی خواهرها بازکردگی هستند و نوارها میروند و دیدم که خیلی زیاده علل خصوص شوهرها اونجا دشنام هم کردن، گفتن دین رو تغییر داده است و چیزی دیگر. برای همین امروز خواستم محض درباره حدود اطاعت شوهر صحبت داشته باشم، یا خود درباره شعاری که در ما شوهر راضی خدا راضی میگویند، یا اینکه اگر شوهر راضی نباشد تو کی نباشی هم داخل جنت نمیشوی، یا اینکه کسی که نزد پدر و مادرش رفت و شوهر راضی نیست اون زن دیگر لعنتی هست. همین گونه سخنها زیاده است. خواستم در این باره صحبت کنم و پروردگار شاهد باشد که خالصاً برای رسانیدن اون چیزی که در شریعت هست و بنده دربارش تقریبا طول 1 هفته جستجو کردم. عزیزان، پیش از همه در ما احترام شوهر مسئله اتفاقی هست که حتی از پدر و مادر بالاتر می استد. بعضی علما میگن برابر پدر و مادر، بعضی ها میگن نه، بالاتر از پدر و مادر. و این مسئله اتفاقی است. هیچ شک شبهه نیست که برای یک زن مسلمان، چون حدیث حضرت عایشه است، بالاترین حق از بنده ها در بالایش حق شوهرش است. و همگی حدیثی که در ابن ماجه است، پیامبر میگن لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. من اگر کسی رو بجز الله به کسی سجده کن میگفتم، زنها رو میگفتم که به شوهرتون سجده کنید، چون خیلی قدر شوهر بالا هست. و در این باره یک نه 100 تا حدیث هم از آن هم زیادتر پیدا میکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها رو حتی نمازت رو خواندی و اطاعت شوهرت رو کردی، از کدام دروازه جنت خواستی داخل میشوی حدیث هست. مسئله احترام شوهر مسئله اتفاقی است. در حالی که تو با شوهرت زندگی داری، همچون شوهر قبولش کردی، بین شما نکاح هست، تو باید او رو احترام کنی. این مسئله رو کسی دربارش چیزی نمیگوید. اما اطاعت چیزی دیگر، احترام چیزی دیگر. چون در مسئله اطاعت هرچی او گوید باید بکنم، اینجا شریعت حدهای خود را دارد. نگاه کنید، حدیث در ما در صحیح بخاری هست که زن به نزد حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید پیامبر الله، دختر من شوهر کرد، مویهای سرش کم است، شوهرش میخواهد که موی چسبانه و ما اجازت میدهید یا نه؟ یعنی شوهر میخواهد که زنش به خود موی چسبانه چون موی کم دارد. پیامبر میگن لا انه قد لعن موصلات، نه، لعنت شدن زنهایی که به خود موی میچسبانند. از همینجا نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگن او شوهرش است هر چی خواهد بکند، نه. پیامبر میگن موی چسباننده رو الله لعنت کرده است، حق ندارد شوهر بگوید موی بچسبان. حدیث دیگر است که لا طاعت لاحد، یا اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، وقتی که کی نباشد هم یک مخلوق تو را امر میکند که گناه بکن، در اینجا تو گناه نکن. پس اطاعت مطلق در شریعت این فقط از آن الله هست. شوهر آره در مسئله های اطاعت کرده می شود، اما اولا این است که شوهر در گناه اگر زنش را به گناه امر کند، چی دنی قوش باشد، چی قهر شدن با خویش و تبارش باشد، کمی بعد در این باره هم صحبت میکنیم، چی مثلا گناه های دیگری که در مسئله خاص بین زن و شوهر است، چی دروغ گفتن باشد، چی رفته ایپوتک یا پرتسنت گرفتن باشد، در هر مسئله که گناه هست و شوهر میگن من راضی نیستم تو این گناه رو بکن، راضیگی شوهر هیچ رول ندارد، هیچ نقش ندارد. چرا؟ چون در ما پیامبر صلی الله علیه و سلم روشن کرده در حدیث گفتن نه،
موی چسبان گوید شوهرت نچسبان، چون الله این گونه زنها را لعنت کرده است. پس اینجا عزیزان در مسئله این که شوهر به گناه امر کند اطاعت کرده می شود، مسئله اتفاقی است، اطاعت کرده نمی شود، چون بالای شوهر حق پروردگار است. حق پروردگار بالاتر از حق شوهر و بالاتر از حق پدر و مادر است. اما در مسئله های عادی، مثلا در ما حدیثی صحیح هست زنک روزه نافله اگر گرفتنی شد از شوهرش پرسد، چون در مسئله روزه داری بعضی مثلا همخوابگی حرام است، اما روزه قضا یا روزه رمضان شوهر حق ندارد بگوید روزه نگیر، چون که برای روزه فرض گرفته ایستاده است. مسئله نماز زیادی خواهرام میپرسن، شوهرم میگوید روزی نیستم مگر سطر پوشی. روزگی تو در آنجا یگان نقش ندارد، چون سطر قانون الله است و بالای قانون الله سخن شوهر یا رضاگی شوهر یگان اساس ندارد و نباید در این حالت اطاعت شود و این مسئله با همین تمام می شود. اما مسئله های عادی که مثلا بعضی لباس ها رو پوش بعضیش رو نپوش، یا اینکه مثلا بعضی چیزهایی هست که نمیخوام در فلانجا کار کنی یا نمیخوام مثلا با یگان دوگانه رفت و آمد کنی، در این مسئله زن شوهر حق دارد. و میگذاریم مسئله دیگر، مسئله که زیادی در اینجا خلاف شد یا گفتیم سر و صدا شد، مسئله که زن به اجازه شوهر به بیرون برآمدن آیا اجازه دارد یا اجازه ندارد. بیرون برآمدن رو هم باید ما تقسیم کنیم، چون بیرون برآمدن از خانه خیلی فرق میکند. گاهی میشود که از خانه بیرون نبرآمد زن دیگر هلاک میشود، مثل اینکه بیماری شدید است. مثلا خواهر میگوید کودک من نزدیک بود از حرارتی بلند جانش رو دهد، وقتی به بیمارستان بردم شوهرم دیگر مرا طلاق داد. برای چی به اجازت من تو به بیمارستان رفتی، به تاکسی نشسته رفتی، در حالی که کودک میمرد، در حالی که کودک حالتش تا اندازه‌ای بود که دیگر بی خود شوی بود. برای همین بیاید عزیزان این مسئله رو هم از جهت شریعت هم از جهت عقل و منطق نگاه کنیم. ببینید یک زن در خانه هست، شوهرش میگوید بیمار شوی هم به بیمارستان نمیروی، یا یک زن در خانه هست یا در شهری است که در آنجا جنگ و جدال است. به نزدیکی با خواهر در این باره صحبت کرده بودم، میگن محرم ندارم، من از داخل جنگ بیرون نمیشم. برای از جنگ بیرون شدن محرم که لازم نیست، حالت ضرورت است. به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم زنها از مکه گریخته می آمدن، پیامبر نمیگفتن به محرم کجا آمدی، این همه رو کجا آمدی، چون حالتهای ضرورت بود. پس اینجا بیرون برآمدن هایی که ضرورت هست، یعنی زن برای برآمدن یگان علاج ندارد، باید برآید. مثل اینکه خودش از حد بیمار است باید به بیمارستان رود، کودکی در دستش بوده بیماری سخت است، یا اینکه در نزدش مادرش از پدرش از کسی هست که آنها رو حتما به بیمارستان برد، یا اینکه حالت‌هایی هست که دزد است، ناتنجی هست، نبراید نمیشود، اجازه شوهر در اینجا حتمی نیست یا شرط نیست، چون در آیه قرآن کریم است فمن یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. در وقت‌های ضرورت هر چیزی که حرام است، حتی خوردن گوشت خوک و دیگر نوشیدن عرق در حالت‌های ضرورتی که علاج نداره حلال می شود. پس در وقتی بیرون برآمدن اولین چیز رو باید بدونیم که وقتی که ضرورت است و علاج نداری نپرسیده برآمده می شود و شوهر هم حق ندارد بگوید گناهکار شدی. چرا؟ چون زنش مجبور بود، وای مجبور بود، ضرورت بود. این یک مسئله. دیگر مسئله به خانه پدر و مادر رفتن، به نزد خواهر و برادر رفتن. پدر و مادر رو علل خصوص در پیرانسال خبرگیری هست. عزیزان بیاید این مسئله رو ببینیم. اسلام برای چی نکاح رو حتمی میکند؟ سنت از پیامبر صلی الله علیه و آله میگن کسی که از این سنتی من روی گردانید از من نیست، از امتی من نیست. نکاح در شریعت مشروع شده است، یا نکاح رو پروردگار برای ما سنت در بعضی حالت‌ها حتی فرض قرار داده است تا که عائله ها بنیاد شود، تا که عائله برقرار شود، مردم با هم ریشه خویش و تباری بنا کنند، پیوست شوند. نه اینکه عائله بنا شود و عائله دیگر ویران شود، نه اینکه تو با کسی ازدواج کنی و آن رو از پدرش و از مادرش جدا کنی، از خواهر و از برادرش جدا کنی. برعکس، نه اینکه تو با کسی شوهر کنی و بعد از این شوهر مال تو شود و شوهر دیگر فراموش کند که پدر دارد، خواهر دارد، برادر دارد، چند نفری دیگر دارد. که در مسئله زنهایی که شوهر رو از خویش و تبار جدا میکنن حتما صحبت میکنیم، اما الان مسئله ما درباره بیرون برآمدن است. به همینجا میخوام تمرکز کنید و اینجا ببینید در مسئله خبرگیری پدر و مادر. پیش از همه
سبحان الله. حدیثی که گویا که زنی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت پدری من وفات کرد، شوهرم اجازه نداد آیا من به جنازه پدرم روم، و پیش از اینش گفت پدری من بیمار است، شوهر من اجازه نداد آیا من روم یا نه. پیامبر هیچ اجازه ندادن، نه به جنازهش رفتن رو، نه به بیماریش رفتن رو، و فقط گفتن اطیع زوجک، اطاعت کن شوهرت رو. این حدیث باشد. عزیزان نگاه کنید، یعنی وقتی که یک چیز رو حدیث گفته میگویم حتما ببینیم. چه خیلی که ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند مردم زیاد، دروغگویان زیادی هستند که هر چیز رو میگویند و پیامبر گفت میگویند. این حدیث اگرچه در طبرانی آوردگی هستند، اما تمام علما اتفاق هستند که حدیث ضعیف است. با این حدیث دلیل گیری نمی شود. منطقاً هم فکر کنید، زنک پیش پیامبر اومده میپرسید است که من پدر بیمارم رو بینم و با که نبوده است، اما پدرش رو رفته نمیدید است. یعنی از اینجا برآمدی خواهی نخود تو از خانه، اگر از خانه بیرون برآمدن دیگر لعنتی شدن یا این گناه بود. این حدیث اولا ضعیف. بعد از همین تقریبا طول 2 روز تمام حدیث های رو خودم بنده یک به یک نظر کردم. حدیث هایی که زنک به اجازه شوهر از خانه برای پدر و مادرش را دیدن برایت، هم تا آمدنش لعنت ملائکه بر او می شود، لعنت خداوند بر او می شود، لعنتی یگان حدیث صحیح نیست. کلی حدیث هایی که زنک را لعنت می کند اگر به خانه پدر و مادرش رود یا اینکه از خانه برایت، حتی تمامی حدیث های ضعیف یا حتی موضوع بافته شده است. علل خصوص همین حدیثی که در تاجیکستان شعار زن و مردها هست که خیلی دوست می دارند بعضی ها زن مال آنها باشد، زن کنیزی آنها باشد، و حتی پدر و مادری که 18 سال به دست تو بزرگ کرده داد بمیرن هم به دیدار بینی آنها نرود. این رو گرفتگی هستند که نه، این حدیث است، حدیث ضعیف است. عزیزان نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن که پدرت رو نبین، این که وجود ندارد. اما حدیث هست در بخاری هست، پیامبر میگن لا تمنعوا ایما الله من المساجد، در لفظ در شب، یعنی زنهایتان را ای مردها از به مسجد رفتن باز ندارد. ای مردها در نماز خفتن باشد هم زنی شما وقت مسجد میرم میگوید به او اجازه دهید. انا همین حدیث معناش این است که یعنی زن با اجازت شوهرش باید بیرون براید، نه اینکه حدیثی که پدرت مرد و تو نرو گفتن پیامبر. اکنون از همین تمام علما مسئله اتفاقی است، میگن آره زن و بیرون به اجازه شوهرش بر آمدنش ممکن نیست، اما در حالتهای ضرورت رو گفته مسئله اتفاقی است، در حالتهای ضروری بر آمده میتواند. بعدی دوربینی پدر و مادرش چی؟ آیا شوهر اولا حق دارد بگوید که من نمیخوام تو با پدر و مادرت دیدار بینی کنی؟ شوهر حق دارد بگوید خانه من است، من پدرت رو در خانه هم دیدن نمیخوام، یعنی به این حق دارد اگر خانه خودش باشد یا برادرت رو. اما تو به پدر و مادرت هیچ رفت و آمد نکن، یا من گپ زدن رو نمیخوام، با تلفن صحبت کردن رو نمیخوام، من نمیخوام پدر و مادرت تو رو ببینن. به این حق دارد یا حق ندارد؟ به این مسئله اتفاقی است. شوهر یگان ذره حق ندارد. چرا؟ چون رفت و آمد با پدر و مادر چی است؟ صله رحم است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در ابن ماجه است، لعن الله من فرق بین والدت و ولدها و بین اخ و اخی. الله لعنت کند هر کسی که فرزند رو از مادرش جدا میکند، برادر رو از برادر جدا میکند. میتوانیم قیاس کنیم خواهر رو از برادر جدا میکند، فرزند رو از پدر جدا میکند. پیامبر میگن الله لعنت کند. در لفظ دیگر در مسند امام احمد بود خطا نکنم، هر کسی که نزدیکان رو از همدیگر در دنیا جدا میکند، الله روز قیامت او رو از نزدیکانش جدا میکند. یعنی لعنت شده است هر کسی میگن من میخوام کلا با خواهر و برادرت تو قطع رابطه کنی، با پدر و مادرت قطع رابطه کنی، هر چی خیش است قطع رابطه کنی. و این چونین در آیات قرآن کریم است، هل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. الله میگه لعنت شدن آنهایی که از شریعت روی گردانیدن و تقطعوا ارحامکم، آنهایی که با خویش و تبار خود قطع رابطگی کردن. اکنون همینجا
مادامی که شوهر عموما حق ندارد بگوید با پدر و مادرت رفت و آمد نکن، من نمیخوام خانه آنها روی، من نمیخوام برادرت را ببینی یا خواهرت را ببینی. یک زمانی کوچک، مثلا یک مدت برادرت یگان گناهی سخت کرد، میخوام یک مدت نبینی تو که وی به خود آید چیزی دیگر. به پدر و مادر یا کلا مثلا با خویش تبارد پدر و مادر و خواهر و برادرت اساسا رفت و آمد نمیکنی، به این کسی حق ندارد، کی هم نباشد حق ندارد. اکنون شوهر من کرد، مثلا شوهر گفت به خانه پدر و مادرت نمی روی، آیا زن نباید رود؟ نباید رود، همین خیلی بشیند. خودتون آمده مرا بینید گوید گاهی می شود که پدر و مادر پیر است و شما می دانید آنهایی که پدر و مادر شدید که دوری از فرزند چه رنج دارد، چی فراق دارد، چی سوزش دارد. مادرهایی که روزها، ماهها، سالها فرزندی خود را نمی بینند. در اینجا اکثریت علمای مذهب ابو حنیفه احناف رحمت الله علیهم اجمعین، مذهب امام مالک، مذهب امام شافعی هم یک قول، مذهب امام احمد، همگی اتفاق هستند که اگر شوهر بگوید به خانه پدر و مادر نمی روی، در یک هفته یک بار زن حق دارد به اجازه برود. شما می توانید به کتابی بحر رائق نگاه کنید. من فقط کتاب های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه را میگویم، دیگر مذاهب را نه، تا که وقت طولانی نشود. در آنجا ابن نجیم حنفی میگویند چون پیامبر لعنت کردن کسی که فرزند را از پدر و مادرش جدا میکند و آیت هایی که این گونه انسان را الله لعنت کرده است یک تانه سه تا هستند و حدیث های زیاد درباره صله رحم است که انسانی که با صله رحمش قطع رابطه کرد در دنیا جزایش میبیند، از کم رزقی و از بی برکتی عمر و سلامتی. ابن نجیم میگویند اگر پدرت کافر باشد هم، مسلمان نباشد هم، شوهرت اگر تو را نرو میگوید، تو در یک هفته یک بار حق داری به اجازت بروی، چون شوهرت چیزی را به تو امر میکند که گناهی کبیر است، چیزی را به تو میگوید که عموما در شریعت این چیز گناه است. و در باب زوجی آوردگی هستند. عزیزانی که زبان عربی میدونند حتما ببینید، چون بعضیاتون سبحان الله من خوندم این زن همه گپش دروغ است هم میگویند. الله یگانه خودش شاهد است که بنده چیزی که میگویم از کتاب است و از آن بیرون نیست، از آن بیرون است. و همینجا یعنی در مسئله مثلا به بازار نرو، نباید به بازار روی، به مغازه نرو، به مغازه نباید بروی، به خانه دوگانت نرو، نباید بروی، فلان جا توی است میدونم در توی فسق و فجور است نباید روی، با پارک نه. اما پدر و مادر چی؟ در هر روز خانه پدر و مادر می رود؟ نه، شوهر حق دارد بگوید هر روز نرو، چون که بعضی هستن که هر روز می روند و دیگر زندگی عاقب میمونه. زنک مسئولیتی که در خانه دارد کرده نمیتونه، اما کلا نرو، من عموما رفتنت رو نمیخواهم، به این شوهر حق ندارد. پس اما در مسئله هایی که جاهای مباح است، خیلی گفتم هیچ ضرورت ندارد تو نروی هم میشود، به جای کار نرو، نمیخوام تو کار کنی، یا خیلی گفتیم به کوچه و بازار نرو، به این حق دارد 100% شوهر حق دارد و زن نباید رود. لیکن چیزی دیگر است عزیزان، خواهرایی که میپرسند من شیر کودکم تمام شد رفته از مغازین شیر خرم جایز است یا نه، از شوهرم اجازه نگرفتم. بعضیا میگویند همسایه هم خواهرم هست، از شوهرم اجازه نگرفتم خانه خواهرم درایم یا ندرایم. عزیزان من همین مسئله رو گفتم. نگاه کنید در ما حدیث در بخاری هست که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به قبرستان بقیع میروند، حضرت عایشه هم از عقبشان میروند. وقتی که پیامبر برمیگردن حضرت عایشه دویده میان. حدیث در مسلم است، ببخشید 976 است رقمی حدیث، چون که بعضیا حدیث رو هم باور ندارن یا گمان میکنن که پناه به الله بنده دروغ میگوید. به همین حدیث نگاه کنید 976 رقمش در صحیح مسلم. حضرت عایشه از قفای حضرت پیامبر می روند، سپس دویده پیش و پیش پیامبر می آیند. از نفس های حضرت عایشه پیامبر می فهمند که 31 پیش و پیششون راه می رفت حضرت عایشه بود و بعدا با حضرت عایشه صحبت میکنن که یعنی این شیطان است که به تو وسوسه میکند، من به تو خیانت نکردم، من به قبرستان رفتم برای دعا کردم. همینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز نمیگویند که عایشه به اجازت من چرا از خانه برآمدی، اون هم در نصفه شب قفای من رفتی، چرا؟ پیامبر همین رو میگویند، این چیز رو نمیگویند. برعکس به حضرت عایشه دعای رفتن به قبرستان رو یاد میدهند. پس اینجا عزیزان بعضی جایهای هست که
زن و شوهر الکی باید بدانند که شوهر به این اجازه میدهد، مثلا برای نان خریدن، مثلا برای به همسایه چیزی دادن، یا یگان خیش نزدیک است در پهلویت هست به آنجا رفتن، اینجا شرط نیست همیشه از او اجازه پرسید، چون عموما میدانیم که شوهر به این راضی هست. اما جایهایی هست که زن 100% میداند که شوهر قهر میکند، غضب میکند، هرگز راضی نیست که تو روی. بعضی جایهای هست که شوهرها میگن من عموما نمیخوام خانه فلانی روی. البته گفتیم پدر و مادر از اینجا استثنا هستن، مثلا فلانی دوگانه است، یا فلانی خیشی دورد، یا فلانی خیشی خودم، یا من عموما راضی نیستم به فلانی مثلا باغ روی که مرد و زن زیادن، یا به فلانی مغازه روی که اونجا مشکلی هست. با این اگر زن به اجازه برآمد او گناهکار می شود، 100% گناهکار می شود. اما جایهایی که زن میداند که مثلا به مکتب کودکت رو میآوری میبری، خواه و نخواه شوهر به این راضی است، او کار میرود، میدوند که زنش هر روز میبرد هر روز میبیارد، انا به اینها اجازه شرط نیست، چون که زن خود میدوند که شوهر به این راضی است یا الکی اینها اتفاق کردند. پس این بود عزیزان مختصر و زود در این باره صحبت ما در مسئله مال زن. آیا از پول شخصیش زن میتواند به پدر و مادر خود کمک کند یا نه؟ انشاءالله صحبت دیگری همراهتان خواهم داشت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.